سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی هست. به بهبود خلق و خو و درمان افسردگی کمک میکنه. برای کم کردن استرس موز میل کنید. پتاسیم موجود در موز سطح فشار خون رو کاهش میده. باعث کاهش استرس میشه. غنی از کربوهیدرات هست. اثرات ریلکس کننده داره. کربوهیدرات هورمون سروتونین تولید میکنه. یک انتقال دهنده عصبی هست. باعث آرام شدن شما میشه. موز دوپامین داره. یک ترکیب شیمیایی که میتونه سیستم عصبی رو آرام کنه و استرس رو کاهش بده. حاوی ترکیبی از کربوهیدرات های پیچیده، اسید آمینه ها، قند طبیعی و مواد معدنی دیگر هست که برای افزایش سطح ایمنی بدن مفید هست. سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ خیلی خوش اومدید. لطفاً برای بودن در کنار هم سابسکرایب کنید و برای حمایت از من لطفاً لایک ویدیو فراموشتون نشه. باشید همراه من تا پایان ویدیو. کربوهیدرات موجود در موز با سرعت کم در خون ترشح میشه. به بدن انرژی ثابت میده. حاوی مواد مغذی هست که برای بعد از ورزش بهترین میوه هست. مواد مغذی موجود در موز به ترمیم عضلات کمک میکنه. میل کردن موز قبل از ورزش به فرد برای انجام ورزش با شدت زیاد انرژی میده. یک میوه انرژیزا هست. حاوی مس هست که از سلول ها در برابر آسیب های ایجاد شده طی واکنش های شیمیایی محافظت میکنه. حاوی ویتامین C هست که تولید گلبول های سفید خون رو تحریک میکنه. به حفاظت از گلبول های سفید خون در برابر مواد شیمیایی کمک میکنه که برای تخریب پانتوژن ها ترشح میشه. دارای فولاد هست که بدن برای سنتز سیتوکین ها به آن نیاز داره. سیتوکین ها پروتئین هایی هستند که سیستم ایمنی بدن را تقویت می کنند و از وارد شدن ویروس های کشنده به ویژه ویروس های ایجاد کننده HIV به سلول های سالم پیشگیری می کنه. به کاهش وزن و لاغری کمک می کنه. به دلیل وجود نشاسته سطح قند خون رو کنترل می کنه. برای کاهش وزن مفید هست. موز دارای فیبر هست که باعث میشه مدت زمان طولانی تری حس سیری داشته باشید. فیبر موجود در موز سرعت هضم و جذب کربوهیدرات رو کاهش میده. از افزایش اشتها و کاهش ناگهانی سطح قند خون پیشگیری میکنه. سطح قند خون رو تنظیم میکنه. موز دارای شاخص گلیسیمی پایین هست. سطح قند خون رو کنترل میکنه و در بهبود سلامت متابولیک و کنترل سطح قند خون مفید هست. ویتامین B6 موز استرس رو کاهش میده که میتونه به مدیریت دیابت کمک کنه. سطح گلوکوز در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 رو بهبود میده. عملکرد روده رو تنظیم میکنه. دارای فیبر محلول و غیر محلول هست. فیبر غیر محلول حجم غذا رو افزایش میده. به حرکت روان غذا کمک میکنه بعد از خوردن موز احساس سیری داشته باشید. فیبر محلول سلامت روده ها رو افزایش میده. سرعت جذب کربوهیدرات و چربی ها رو کاهش میده. سطح قند خون رو نرمال نگه میداره. منبع غنی از پروبیوتیک ها هست که سلامت روده ها رو بیشتر میکنه. حاوی آنتی اسید هست به خنثی کردن اسید معده و درمان زخم معده کمک میکنه. موز ضخامت غشای مخاطی معده رو افزایش میده.
به پیشگیری از زخم معده اثرگذار هست. موز به پوشش تحریک شده معده میچسبه و یک پوشش محافظتی ایجاد میکنه که در تسکین و درمان سوزش سر معده کمک میکنه. سرشار از پتاسیم هست. به درمان اسهال کمک میکنه. پتاسیم از دست رفته بدن در اثر اسهال رو جبران میکنه. پتاسیم بالای موز به درمان تپش قلب کمک میکنه. خطر ابتلا به حمله قلبی رو تا 1/3 کاهش میده. به افزایش سلامت قلب کمک میکنه. به کنترل فشار خون بالا کمک میکنه و باعث میشه فشار خون نرمالی داشته باشید. پتاسیم موجود در موز به سلامت مغز کمک میکنه. سطح اکسیژن موجود در سلولهای مغز رو تنظیم میکنه. سرشار از منیزیم هست که از بیماری‌های مربوطه به مغز مثل بیماری پارکینسون و صرع پیشگیری میکنه. سروتونین و ملاتونین موجود در موز به کاهش استرس کمک میکنه. دارای ویتامین B6 هست که کمبودش منجر به گیجی و افسردگی میشه. میل کردن موز قدرت مغز و عملکرد عصبی رو بهبود میبخشه. به پیشگیری از سکته مغزی در افراد پیر کمک میکنه. پتاسیم، ویتامین B6، سیلیکون و منیزیم موجود در موز به افزایش سلامت استخوان‌ها کمک میکنه. خاصیت گلیایی داره. به حفظ تعادل اسید در بدن کمک میکنه. به استخوان‌ها کمک میکنه که ساختار خودشون رو حفظ کنند. پتاسیم جلوی از دست رفتن کلسیم استخوان‌ها رو میگیره. پتاسیم مانع پوکی استخوان میشه. با سلول‌های غیر طبیعی بدن مبارزه میکنه. موز لکه‌دار و قهوه‌ای رنگ سالمتر و مفیدتر هست برای درمان و پیشگیری از سرطان ریه، سرطان کلیه، سرطان روده بزرگ. بدن برای مبارزه با آنمی به آهن نیاز داره. آنمی بیشتر طی دوران بارداری رخ میده. با اسید فولیک میشه درمانش کرد. نوعی ویتامین B6 موجود در موز از بروز آنمی در بانوان باردار پیشگیری میکنه. سلامت جنین رو افزایش میده. ویتامین C موجود در موز به جذب درست آهن کمک میکنه. ویتامین B12 موجود در موز از آنمی بدخیم پیشگیری میکنه. پتاسیم و کربوهیدرات موجود در موز به درمان حالت تهوع صبحگاهی کمک میکنه. التهابات بدن رو کاهش میده. فعالیت سیستم ایمنی رو بهبود میده. در مبارزه با تب بالا مفید هست. تریپتوفان موجود در موز به درمان اختلالات خواب کمک میکنه. حاوی ملاتونین هست که به درمان بیخوابی کمک میکنه. اگر ناشتا با شکم خالی موز میل کنید به درمان بواسیر کمک میکنه. برای درمان بواسیر خونی میتونید روزانه تا 3 عدد موز میل کنید. باعث میشه خوش اخلاقتر هم بشید. به کاهش تغییرات خلقی به ویژه نوسانات خلقی مربوط به سندرم پیشقاعدگی کمک میکنه. سطح قند خون رو ثابت میکنه. به همین دلیل باعث بهبود خلق و خو میشه. منبع عالی ویتامین B6 و تریپتوفان هست که تولید هورمون شادی سروتونین رو تحریک میکنه. دردهای قاعدگی رو کاهش میده. به عنوان ریلکس کننده عضلات عمل میکنه. عضلات رحم رو طی دوران قاعدگی ریلکس میکنه. برای تسکین گرفتگی عضلانی ناشی از قاعدگی کمک میکنه. باعث عملکرد بهتر کلیه ها میشه. از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری میکنه. یکی از میوه های تقویت کننده اسپرم هست. به دلیل داشتن پتاسیم سرشار و وجود آنزیم بروملین به درمان ناتوانی جنسی در مردان کمک میکنه. به افزایش میل جنسی کمک میکنه. به پایداری اسپرم ها و افزایش قدرت باروری مردان کمک میکنه. اگر روزانه دوست دارید شیرینیجات میل کنید، به جاش 1 عدد موز میل کنید که برای جلوگیری از
مصرف شیرینیجات و غذاها کمک میکنه به اندازه کافی شیرین هست تا شما را از هوس خوردن به شیرینی بندازه. خیلی ممنونم که تا پایان ویدیو همراه من بودید. لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. اگر درباره ویدیو نظر یا پیشنهادی دارید لطفاً کامنت کنید. برای اطلاع از ویدیوهای جدید لطفاً زنگوله بالایی رو روشن کنید. آرزوی من برای شما سلامتی و تندرستی هست. شاد باشید.